ولی خودمونی ما تعتقاریا خیلی تنهان، خیلی مظلومن. درسته که کوچکترین عضو خانوادن، اما دلشون انقدر بزرگه که سنگینی فکر و خیال همه رو بی هیچ حرفی به دوش میکشن. سالها میگذره و کسی نمیفهمه تو دلشون و فکرشون چه قوقایی بوده، چه اشکایی و بی صدا قورت دادن، چه شبایی و با فکر و خیال صبح کرد. و همه فکر میکنن چون کوچکترین عضون پس بی خیال ترینن. اما تعتقاری بودن یعنی خندیدن با لب وقتی دلت پر از بغضه و همیشه مهربون موندن حتی وقتی خسته ای.